اینه یک شتروی سفیده بیان شتروی سفیده میگن که شتری سفیده دیدی؟ میگن شتری سفیده دیدی نه اما دیدیمش نگاه سنگارا نگاه سنگارا نگاه میگوی با ماشین آورده نگاه سلام علیکم و رحمت الله و برکاته راهی مکه به طرف مدینه با ماشین آورده ریخته‌اش را بید قدرت پروردگار همه که سنگ سیو این آدم هم برای استراحت اومده گیان اینجا با سوزه را میبینی سوزه بهار نمی سوزه بهار ندخل عين شمس هست هم خیلی ماشین ها پول همتی ماشین هم میگیری ارنده میبری با میسپاری انشالله عين شمس المنطقة يسمى عين الشمس هذا تعدانا اللوح ايوه نعم عين الشمس دختر دامرده مامرده را بیویم بعد فهمیدی اکا اینجا سوزای بخدا اینجا سوزای بهار بخدا اینجا سوزای مردم مایوف که اومدن اینجا جای گوسپند شتره بگو گوسپند میکشی میفورد شتر میگیرن اینجا میکشن میخرن مردم مایوف که یعنی نگاه ماشینا این نگاه هم اینجا اینجا پلاتکو گوسپند اینجا ده مردا شتر بسم الله الرحمن منطقه عین الشمس نام داره منطقه عین شمس نام داشته اگر بیاین منطقه خدمت نام بندم یکه شمسدینه منطقه خدمت اخی اکمو سالی نو دامی جا سال نو شاو دامی جا بگو سیو یکم سال نو همجا قید میکنه سیو یکم سال نو همجا قید میکنه شیر شتر گوسپند برای سال نویش نمیگم ها ولی حدیث گوش کردم برای سال نویش برای میگم آخه تو ساکده همیش سال دوزش چاو میشه گفت 23 24 میشه من بیدید خدا خواهد انشالله سال دیگه دست ما جمع که دولتیان هم میگیریم میریم این ای تقوی ما بینه توی صبرت الشيخ قلت یا نه والله ما بيش انت تصور عادي يا اخي لأن بعض الإخوة يأتون للعمرة والحاج فقط يحجون وعمرة ويخرجون لا يخرجون إلى البر لا يشوفون في ثقافة في أشياء عجيبة يعني والله صور تعال إلينا إلى طاجيكستان ما عندكم فيزا لنا شهر بدون فيزا والله تعال إلى النزهة في الصيف تعال شوف الجبال الأنهار شوف الأسماك شوف طبيعة شوف الصيد والله يعني مكان خيالي جنة